سلام، عرض ادب. داوود مرادی هستم. خب در مورد سیستم شوتیدگی نخاله توی پروژه بزرگ، اصولیش دهنه فاقونریز باید بزنی که یا فرقون میخواد بهت بغلش بشه یا با بیل میخوام بزنن یا شیبی بدن. ما حالا شد نخالای ما همشون شیب داره، پایینشون همه شیب داره، چون نخاله سر بخوره بره پایین. این یکی از مزیت‌های سیستم شوتینگ نخاله است. باید استانداردها رو رعایت کنن. این دهنه فوق‌العاده باید شیبش اینقدر باشه که کارگر حالا با بیل میخواد بریزه یا با فوق‌العاده میخواد بریزه، اینو باید رعایت کنن. حالا قطر سیستم شوتینگ نخاله ما حالا 55 54 یا 55 میزنیم، حالا 60 هم میشه زد، ولی برای 2 میل کفایت داره، هیچ مشکلی پیش نمیاد تو شوتینگ نخاله. حالا قطر دیگه هم دوستان حالا میزنن، حالا زخامت‌های دیگه هم میشه زد. خب هزینه ها خیلی بالاست. حالا این معقوب صفحش برای 2 میل یا قطر 60 یا قطر 54 یا 55 استانداردشه. مواردی گفتم بهتون بگم که حالا تو پروژه اصولش اینه. بعد توی نصب هم شوت نخاله ایمنی باید رعایت کنید. با نابدونیای 8 یا 10 باید شما بزنید و دور تا دورشو باید نبشی و جوشکاری بشه. حالا صفحه گذاری کردیم. حالا این دیتیل ها بستگی به جاهایی که حالا نما باشه، دیتیل ساپورت کشیش خیلی فرق میکنه. دوستان بدونن که ساپورت کشی همه جا اینجوری نیست. تو نما خب لچکی خودشو داره، داستانهای خودشو داره. بتونی سازه فلزی، کلا ساپورت کشیش کلا فرق کنه. گفتم اینو بدونید، در جریان باشید که شوت نخاله اینجوری نصب میشه. در خدمتم. خدا نگهدار.